غذای خمیری آسیای میانه و ترکا معروف تمام دنیاست. یار خودش ها ساختن، یار خودش ساختن خمیری، غذای خمیری، آش و مثلا خجور، انار، گوشت جایش علایده است، خصوصا غذای خمیری. منتو زبان ترک مغولی است. یک غذای دیگه از ازبکستان برام چوپانچه. رو هم بسیار حتما ماشاءالله. یعنی بسیار غذایی، اگر چه غذا در سیل کردن نمیشه، در خوردن میشه. خوب نه نوبت خوردن هم نرسه. شوخی کردم که از این برادرها که زحمت کشیدن یک ذره خستگی شد. بله.